مگر از خدا نمیترسیم؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خام ملیس هستی، خواب فرقرار هستی، کسی که باشی والله 5 دین نمیکنم من تو را. وقتی که حقوقی حق اسلام ده گم میزنی، حکم اسلام ده گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی، خواه معلم هستی، خواه درکتر هستی، تو مسلمان باشی، مرد باشی، خیلی کتاب تگیر بیار، بیار پیش من. خوب به من رو پرون نمیشی، پیش داملا بیار، همسایت هست. احکام اسلام شوخی نداره. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم بگه خدا زبانای ما را از حق با میکشد. آی دادر عزیز، کسی که باشی خداوند اول توفیق تیاد، اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز، ما از ترس خدا این سخنا رو با شما میرسانیم و الا برای من چه زور آمده است که گلو هم خسته شده، چه زور آمده است که در پیش حکومت دارا خمای قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارد که به شما حکمش رسانم. اصول اختیار داده از قبول کنی کن، قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. آخه این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه، برای شهرت نه، برای خود. من از شهرت بیزار هستم، من از خود نمایی بیزار هستم، من از 50 اسمی پولی میدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز در مسجد چیستم آدم ها میرن زیارتو میکنن حق میتیان. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم خدا من رزق داد، امروز من به رزق میگذارم. لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. همین آیت تا ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. ای پیغمبر و ای جانشین ای پیغمبر، حکم من به بندگانم رسان. همین از روی عیسی کو خواندی نه؟ یا همیشه هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. پگه پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن که ایز کرسیز. ببینی تو هم میری من هم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سودش خیزانه، من تو رو که الان نمیشناسم کی هستی، یکم بزدل هستی ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشی نباشی میلوش، من همون روز در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم. والله خدا شاهد باش، من بالای این سگی لعین دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سودی خدا. حیف تو مسلمان. الله فرصت داری کلمه عرض که مسلمان شو. زن تا ایسر نکاح کن و الا نکاح بریده شد تو مرتد. یاد کرده است در مذهب ما این قسم حساب است. این اگر من برادر نکشم تو به من 3 طلاق گفته است، لیکن این زود طلاق نمی شود تا آنی که برادرش زنده است. این زن شوهر میتونن زندگیشان ادامه دادن گیرن، لیکن در قصدش در دلش هم تو قصد میکنه که خوب یارو میکشم در و همین زندگیشان ادامه دادن تا وقتی مرده نیست خسر بردهش. فقها میگن همون روز که خسر بردهش مرد اگر دعا کن که خسر بردهش عمری دراز بینه، اگر مرد همون روز زنش با 3 طلاق میشود. این مذهب ما همین است، 3 طلاق میشود. بنابر همین جوانای خوب، خواهش من از شما این است که بهوده لفظ طلاق استفاده نبرید. آخر این طلاق مانند جراحی است، در حالت نهایت ضرور او را استفاده بردن در کار است. مانند که بیمار را بیمارخانه میبرن، اول دکترها و توصیه میدن به تبلیتکه ها و به دیگر داروها، هیچ امکانیتی شفا بخشی نباشد، آخران حل به جراحی است. بنابر باید زن شوهرم اندک سبب کتی جنگ و جنجال ها و ناآرامی کتی باید طلاق استفاده نبرند. آخر خوب دیگر گپا هست، کاهش هست، تحریگی هست. آخر هیچ امکانیتی زندگی کردن نداشته باشید دیگر اندیشه کن که ممکن نیست من به این زندگی. همون وقت اسلام اجازت میده 1 طلاق کند. چی ضرورت دارد 3 طلاق کردن؟ چی ضرورت دارد 10 طلاق کردن؟ 1 طلاق کند، بعد از عدهش بود شدن همون خانم میتواند شوهر کرده رود. بعد از بود شدن عدهش باید دیگر همسر شما نیست. لیکن فایده 1 طلاق همین است که پسان پشیمان شوی بعد از 1 سالم اگر همسرت شوهر نکرده باشد راضی شود بار گشته گرفته میتونه. آی چه مصیبت است؟ 3 طلاق میکنن نیم نگشته پس پشیمان میبیان سوال کنی که من زن 3 طلاق کردم. بنابر خاطر همین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همین 3 طلاق جاری کردن برای خاطر سیاست و زجر. باشه 3 طلاق در اصل رسول اکرم نبود. جوانای خوب، خواهش میکنم لفظ 3 طلاق را هرگز
استفاده خداتان رو بدنام نکنید. خوب اگرچه مفتی ها حالت ضرورت به فتوا هم کیان آدم ها شما رو طعنه نکنن 3 طلاق گفت آخر نکنید تانم این کارا. السلام علیکم حضرت ایشان. من شیرم را جوشیده ماندم، خواهرم شیرم را گرفته خورد، میخواهم که دخترش را کلین کنم، میگویند که شیرخواره شدی. همین خیلی است. خواهر عزیز خواهر چند ساله بود اینش در اینجا برای ما بیان نکردی. باز میگم که اگر خواهری شیر خوردگی از 2 ساله پایان باشد، از 2.5 ساله پایان باشد، شما دیگر نمیتوانید دختری وی کلین کنید، زیرا که فرزندای شما همش برای وی تقایی میشوند، عکا میشوند. اما اگر رفت او عیال 10 ساله 15 ساله یا 20 ساله باشد، شیر شما رو خورده باشد، این صورت هیچی نمیشود، میتوانید شما به یکدیگر خدا شوید. حضرت ایشان مادر دیگر میگوید که مادرم سینی به شیرش را در کودکان ما داده است. با همراهی خواهرم میخواهم که خدا شوم، میترسیم که این کار چی بشده باشد. از شما خواهش داریم در این سوالهای ما حتما جواب گویید تا اینکه ما مادران از این خبردار شویم. مادری که یعنی پیرزنی که پیستانی به شیر شد در دهان طفلکان خردسال گذارد و همان پیرزن خود انیق گوید که پیستانی من شیر نداشت، اینجا در رضا ثابت نمی شود. زیرا که شیرخوارگی را شرطش فرو رفتن شیر در حلق است. یثبت بمستین فی حولین و نصف فقط، حضرت امام اعظم قولش است نزد جمهور یثبت ب5 رضعات، 5 بار مد کرد و هر بار مکیدگی رو سیر شود بر رضا ثابت می شود. به هر حال اگر اون مادر این هم پیرزن ماما اقرار کند که پیستانی من هیچی نداشت، رضا ثابت نمی شود. لیکن گوید که پیستانی من شیر داشت، این کودکا به یکدیگر شیرخواره هستند، به یکدیگر ازدواجشان درست نیست. یعنی همین بوده که شیرخوردگی فقط همون دخترچه و بچه که از همین ماما شیر خورده همونا نمیتونن ازدواج کنن، لیکن عکای این بچه میتوند او دخترچه رو گیرد، یا دادر این بچه که از ماما شیر نخورده است میتوند همون خواهر رضاعی برادرش گیرد. فقط هر دوشته حرام است. اکنون مادرای عزیز به شما ما یک مراجعت دارم یا خطاب دارم که این حاضر اکثر مادرها درباره شیرخوارگی چیزی نمیدانند. اسلام عزیز برای مادرها اجازت نمیدهد به اجازت شوهر کودک بیگانه را شیر دهد، خواه کودک خواهرش است، خواه کودک خردسالی مثلا اپش است، خواه یگان همسایش است، به اجازت شوهر شیر دادنش حرام است. اگر مبادا ضرورت شود شوهر اجازت داد شیر دادن، شما باید به همسایه ها فهمانید، اولش که در یک کاغذ نوشته مونید و دیگر همسایه ها بفهمانید که من همه فلانی رو بچه‌ش شیر دادیگستم یا دخترش شیر دادیگستم. شما شاهد باشید که پگاه یک روزه نشود که همینها با بچه های من یعنی ازدواج کنند. باید اینو فهماندن در کار است. اگر شما مادرتان پرسید همون ماماشه، اگر پیستان شیر داشته باشد، کودکا از 2.5 ساله خورد باشند شیرخواره میشوند، همون هم از 2.5 ساله بالا باشد شیرخواره نمیشوند. بسیار مسئله شیرخوارگی امروز برای ما سوالات بسیار میبیاد. حتی بعضی آدم ها بیچاره از زندگی صاحب 4 و 5 فرزند شدند، اکنون درباره رضا فهمیده پای بردی استادن که همسراشون شاید قطعی بشن شیرخوره باشند. این بسیار مصیبت است. خواهر شیرخواره حرام است مانند خواهر نصیبه بارین. رسول اکرم میگن آن چیزی که از نسب حرام است از رضاع و شیرخوارگی هم حرام است. خواهر رضاعی، خواهرزاده رضاعی، دختر رضاعی، نبیره رضاعی همش حرام است. در وقت التحیات خواندن بسیاری ها انگشت اشاره را بالا میبردارند. آیا این حتمی است یا نه؟ این سنت پیغمبر خدا هست. باید هر یک کسی که پیغمبر دوست بدارد و پیروی سنت اوست باید اشاره سبابه کند که این قول حضرت امام اعظم است، این قول حضرت امام ابو یوسف محمد است.
اما کسانی که میخوان از خفای صاحب فقه کیدانی مختصر روان نبردارن پگه با رسول خدا رو پرو میشوند. وقت پیغمبر خدا میگه پیغمبر تو من بودم، اشاره سبابه کردم، گفتم کن، نکردی، گفی صاحب فقه کیدانی گفتی پیش اوی را. انشاءالله این روز نبیاد این ملاهای متعصبی نادان پگه پیغمبر خدا توشان توف میکنه. خدا خواهد اینا دیده دانسته حدیث های صحیح متواتر رسول اکرم برای خاطر یا صاحب فقه کیدانی قولش و برای گپ یا صاحب عالمگیری که وقیل الله یشیر و قیل دارد.